بچه‌هایی که قمار بازی میکنیتون، بچه‌هایی که مواد مخدر استفاده میبریتون، میفروشیتون، یا منمین پبجی بازی و منمین اینترنت بازی ها میکنیتون، فرصت است. شما حول و قوت ندارید برای بازی سازن از این گناه مگر هم با یاری الله تعالی. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا. دعای حضرت یونس کنید، دعای کرب و دعای مشقت کنید و از الله تعالی شب و روز پرسید که از این عمل ها دور شوید. یعنی حاضر همین بازی های نه فقط من این قماری، بازی هایی که فقط وقت میکشد مانند پبجی و همین خیلی بازی من در اسنای صفا و مروه و طواف نوارش برآمد یا آدم احرام در تنش پبجی بازی کرده است. این هم یک نوعی وابستگی ده. این بازی ها خاصتا برای آدم تا 30 ساله های ضررش بی نهایت عظیم. خیلی کلان سال هم میخه اینا آدم به خودش وابسته میکند. این قمار هم میخه، یعنی از وی خلاص خوردن نمیتونن. اینا برای الله تعالی 1400 سال پیش گفت که وای شما از ذکر الله تعالی و از نماز باز میدارد. گفت قمار، خاصتا قمار. فهل انتم منتهون، مگر شما از این عمل ها دست نمیکشید؟ بنابراین شور شویتون همه کسا، پدر، مادر، یار و دوستان نصیحت کنیتون. اگر مثلا نصیحت نگیرد، قماربازی دوام تیاد مثلا یا مواد مخدر خوری دوام تیاد، این آدمای هجر کردن نکن. هجر یعنی معامله با اینهای ترک کند. همین خیلی شود تا اینکه شاید به خودش بیاد. به خودش آمد خوب است، به خودش نبیاد نیکی کردن و دوستی کردن با این آدما ضرر دارد که فایده ندارد. برای چی وقتی معامله میکنید؟ بنابراین سخت کرده گویتون، جدی گویتون تا اینکه اصلا عملا حالی هم بر وقت باز است. رب برجعون، پروردگار وقتی جان سپارش بیاد رب برجعون میگفت از آدم ها، پروردگار من بازگردان، لعلی اعمل صالحا، شاید این دفعه عملی صالح کنم. اون وقت برگردانده نمیشن.